المسح علی الخفین. خب این بخش وضوی ما و شما خلاص شد. حال در خفین یعنی در موزه ها مسح کردن، خصوصا در زمستان ها سرد است، نه یک کسی موزه می پوشه، باز مسح کردن چطور است؟ و انشالله که در این گپ جراب هم بیا مسح کردن به جراب چطور است، سر جراب مسح کنی نکنی، این تو گپ ها. مقدمه. خب مسح علی الخفین، خف چرا میگه؟ خف در لغت ما یلبس فی الرجل من جلد رقیق، همون چیزی که در پای پوشیده میشه پوست نازک است، یعنی پوست حیوان می باشه، تا همین چرم گوسفند باشه، گاو باشه، چی باشه، جمعش خفاف. شرعاً هو ساتر للکعبین، همون چیزی را میگه که پای می پوشانه، کعبین به جلوکاره، فاکثر اضافه من جلد، پوست باشه امثال ازی باشه، یعنی خود کعبه می پوشانه. مقصود با جوارب جراب که آمده ما یلبس علی الرجل من قطن، جرابی را میگه که از پخته جور میشه و امثال ازی انسان می پوشه جرابی. و ما یعرف بالشراب، و این شراب میگه شیخ ابن عثیمین میگه. خب در این باره احادیث زیادی است که عن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه صحابی جلیل القدر میگه که کنت مع النبی، ما به همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در کدام سفری بودیم، فتوضأ، میگه پیامبر وضو کرد، سفر بوده یا هرچی که بوده، میگه فهویتو، میگه وقتی که وضو کرد دستای خودش شستی، در پای که رسید میگه ما حرکت کردم، یعنی خود پایین کردم، لانزع خفی، تا که موزایش بکشم، یعنی خدمت است که کسی را خصوصا پیامبر که موزایش بکشه و به تکلیف نشه، خودش خواست که موزای پیامبر را بکشه. فقال می پیامبر گفت که یعنی بشوی موزه را، پای بشوی. گفت دعهما، بانش نکش موزه را، که غرض نگی موزای ما، فإنی ادخلتهما طاهرتین، گفت ما را پاک پوشیدیم، یعنی پای خودش شسته بودم، وضو کرده بودم و باز پوشیدیمش. وقتی که ازی فهمیده میشه که اول وضو کنی، پای تا بشوی در موزه، بعد از مسح، فمسح علیهما، می پیامبر بود مسح کرد، هم به می هر دو پای خود مسح کرد، یعنی سرش که طریقه مسح یارم برتان میگی. متفق علیه. این حدیث بخاری و مسلم، یعنی از این حدیث ثابت است که کسی به موزه مسح کنه صحیح است. و یک نعمت است که در سفر هستی تا پسان میای یا در خانه ششتی، همیشه که آب یخ است یا گرم باشه پایت یخ میشنی، ولی اگم تا میگه روماتیزم دارم چی دارم، خواهن قرار مسح کرده برو، آب گرم است که تازه بشه دیگه مسح کرده برو، هیچ مشکلی نیست. کنت مع النبی صلی الله علیه وسلم فتوضأ. خب این حدیثی است که میگه ما به امر پیامبر بودم، وضو کرد، یعنی در وضو شروع کرد، لا نه که تکمیل کرده با، شروع کرد. فهویت انحنیت ما دن یدی، می خود پایین کردم، دست خود دراز کردم که موزهش بکشم. و این میشه که با یک عالم با تقوا می خدمت شوه، یعنی کسی موزهش پیشش بانه، یعنی این خواست که موزه پیامبر را بکشه، یعنی خودش نکشه. یعنی صحابه بسیار پیامبر احترام میکردن. لانزا تا که بکشم، پیامبر گفت دعهما، یعنی اترک، ترکش کن. ضمیر یعنی اردو موزه را میگه، موزه را غرض نگی. ادخلتهما یعنی قدما را میگه ما پوشیدیم موزه خدا. در روایت ابو داود ما دل خفین، موزه را بان فین ادخل قدمین، ما دو قدم ما داخل کردم در موزه در حالی که پاک بودند. حدیث میگه لو قصه، یک داستان داره. مغیره ابن شعبه میگه کنت مع النبی فی سفر فقال یا مغیره خذ الادوات فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية زيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فسببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم فغسل ذراعيه والمسح برأسه ثم أويت لأنزع خفيه فقال دعهما. خب مغیره میگه کنت مع النبی فی سفر. نه این حدیثی که اینجا آمده خلاصش است، درازش هم است که به همراه پیامبر در سفر بودیم، سفر که است موزه و یاس. و فقال گفت ای مغیره خذ الادوات، بیمی ظرف آب، یعنی کوزه آب بوده یا آفتابه آب بوده، میره بی. فاخذتها، میگه من گرفتمش، ثم خرجت، بعد بیرون شدم به همراهش، یعنی پیامبر گفت که ایره گرفته بیا که ما وضو کنم. فانطلق رسول الله، میگه پیامبر سام رفت حتی توارا، از ما پنهان شد. پیامبر سم تشناب که میرفت دور میرفت که بیخ خدا پنهان میکرد، میگه توارا عنی، از ما پنهان شد. فقد حاجته، یعنی قضای حاجت رفت، تشناب را.
بعضی میگه پیامبر قضا حاجت نمیکرد. ظالم بود، انسان بود. انسان چطور قضا نان میخورد یا نه؟ یکم تا میگه ای اولیاء اولاد. چرا اولیاء اولاد میگه تشناب نمیره؟ بعد وقت پیامبر تشناب میره. یا یکم تا ببینی میگه ای اولیاء اولاد، میگم چی اولیاء اولاد؟ میگه نان نمیخوره. میخوره. بعد تو بالای سرش بیارش اینجا، گفتم یک ما نگاهش کنم اگر زنده پیداش کردی نه خونج ششتگی دیگه وقت میخوره کسی او را نبینه. یک طرف میگه ولی شده تشناب نمیره، دیگه میگه خوراک نمیکنه. ولایت به گپا نیست، ولایت به ایمان است، به عمل است، به تقوا است. این نیست که نان نخوره و بخوره و تشناب بره نره. ثم جا بعد از این میگه آمد و علی جبه شامیه و بالای از یک چپن شامی بود. شامی یعنی از سوریه ایسا خوب بود، یعنی زیبا. زیقت الکمین امامی چیزایش که بوده تنگ بوده، امی آستینایش تنگ بود. فذهب می پیامبرم رفت شروع شد یخرج یده که دست خود بیرون کنه، زور میزد من کم از امی آستینش فضاقت تنگی میکرد. میگه فخرج من اسفل از پایینش دست خود کشید میگه فسببت علیه آب من انداختم. یعنی دیگه جایز است که کسی وضو کنه دیگه کس سر دستش آب پرته. میگه ما آب انداختم فتوضا وضو لصلات، وضوی نماز وضو کرد. فغسل ذراعی اول دستای خود ششت و من سر خود مسح کرد. ثم هویتو خود پایین کردم میگه لینزع خفی تا که موزایش بکشم کوره بشویه. فقال گفت دهما بانش یا من نمیفهمی دیگه مثلا فینی ادخلت ما طاهرتین گفت پاک دایی پای ما ششتا بودم و دایی پای خدا پاک داخل کردیم و مسح علیهما با مسح کرد در موزای خدا. ثم رکب و رکبت و من سوار شد در موز شطور اسبش ما سوار شدم. فانتهینا الی القوم پیش قوم آمدیم، یعنی از سفر آمدیم. و قد قوم فی صلات اونا می در نماز استاد شده بودند. یصلی بهم عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف نماز می خواند با اونا. و قد رکع بهم رکعتا، یک رکعت می خوانده بود. فلما حسب النبی ذهب، می هر وقت احساس کرد که پیامبر آمده، خب پیامبر سلفه کرده اما آواز پیامبر را می فهمیدن. احساس کرد که پیامبر آمده، ذهب میگه یتأخر، خود پشت سر کرد. پیامبر که آمد خود پشت سر کرد و فاوما الیه و پیامبر اشاره کرد که یعنی برو در نماز. فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا ركعة التي سبقتنا. خب میگه که پشت سر رفت فاوما الیه اشاره کرد پیامبر به این که یعنی باش. فصلى بهم نماز داد. هر وقت که سلام داد می پیامبر سم استاد شد، ما هم استاد شدم فرکعنا، اما یک رکعتی که از ما مانده بود او را خواندیم. خب در مسلم آمده که در نماز صبح بود و در بخاری میگه که در غزوه تبوک بوده. جنگ تبوک آخری جنگ پیامبر است که در سفر بیش از یک ماه در اونجا سنگر گرفته بود. حال سوالی است که حکم مسح به خفین چی است؟ یعنی به موزه مسح کردن جایز است؟ نه، جوابش است که مشروع است. بله جایز است. ابن قدامه میگه مسح الخفین جایزه عند عامه اهل العلم، اکثریت اهل علم میگن که جایز است. حنفی، مالکی، شافعی اینا کنش. و نقل ابن المنذر عن ابن مبارک، از ابن مبارک ابن منذر محدث نقل میکنه قال ليس في المسح الخفين عن الصحابه اختلاف. میگه در بین صحابه اختلاف نبوده که در موزه مسح بکنی، اختلاف یعنی کل اتفاق داشت. ابن عبدالبر میگه که لا علم من روا عن احد من فقهای سلف انکار. میگه کسی که از فقهای سلف یعنی مجتهدین صحابه اینا ما نمیفهم کسی روایت کرده باشه که اونا گفته باشد که مثلا با موزه نکنین، نه انکارش ما ندیدیم. میگه مگر از مالک خود ازی اگر که مالکی ابن عبدالبر با ان روایت صحیح مصرحت عنه به اثباتی، مگر امام مالک میگه اگر روایت از آمده اما روایت صحیح است تصریح داره که ثابته، یعنی گپ امام مالک مردوده با وجودی که خود ازی مالکی است اما مذهبش امامش که مخالف باشه در حدیث ردش میکنه. میگه صحیح. حسن بصری میگه که حدثنی 70 من اصحاب النبی انهم مسح خفی. این تابعی کلان است حسن بصری که صحابه را دیده. ما 70 صحابه میگه بر من نقل کردن که در موضوع خدا مسح میکرد، یعنی حدیثش با تواتر 70 صحابی میگه بر من نقل کرده. بعضی دلایلی که به جواز ازی است بسیار است. یکی حدیث باب که گفتیم پیامبر چی کرد آنها و مسح کرد نه در موضوع خود. دیگه حدیث است که روا حمام ابن حارث می رأیت جریر ابن عبدالله بالا، جریر ابن عبدالله را دیدم که بول کرد ثم توضا بعد وضو کرد و مسح علی خفیه مسح کرد در موضوع ثم قام استاش فصلا نماز خواند. فسئل سوال شد که چطوری کار کردی یعنی مسح کردی؟
فقال گفت که رأیت رسول الله صنع مثل هذا، ما پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدیم که این کار کرد. قال ابراهیم النخعی میگه که فکان یعجبهم هذا، میگه این خوشحال می ساخت این کار، یعنی به تعجب انداخت. زیرا جریر که بود کان من آخر من اسلم، آخرین کسی که مسلمان شده از صحابه، و یا ایران موندن و این برشان گفت که ما پیامبر دیدیم. متفق علیه. امام نووی میگه معنایش است که الله تعالی قال در سوره مائده میگه یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاه، مؤمنین وقتی که اراده نماز میکنین فاغسلوا وجوهکم، روهایتان بشوین، و ایدیکم دستایتان بشوین تا آرنجا، و امسحوا برؤوسکم، مسح کنین سرایتان، و ارجلکم الی الکعبین، پایتان تا کعب بشوین. اینا میگه فلو کان اسلام جریر متقدما علی نزول المائده لاحتمل کون حدیثی فی مثل الخوف منسوخ. میگه اگه اسلام جریر، یعنی جریر ابن عبدالله متقدم می بود به نزول سورت مائده، یعنی اول او مسلمان میشد بعد از سورت مائده می آمد، احتمال داشت که حدیثش در مسح خف موزه منسوخ باشه به آیت مائده. اما هر وقت که اسلامش متأخر است، یعنی اول سورت مائده نازل شده، بعد از او جریر مسلمان شده و بعد از او مسح کرده. وقتی که بعد از این است اسلامش متأخر شد، ما میفهمیم که حدیثش عمل می شود و این مبین است که بیان میکنه که مراد به آیت مائده غیر صاحب خفه، یعنی مسح کنیم بشوین پایتانه. یکم تا میگه در قرآن میگه پای بشوی تو مسح میکنی، چرا کار میکنی؟ ما میگیم که این که میگه پای بشوین در صورتی که موزه نباشه، اما اگر موزه را پاک با وضو پوشیدی باز میتونی که دو چه کنی؟ مسح بکنی. فتکون سنه مخصصا له، سنت تخصیص کرد آیت میگه بشوین، در سنت آمد در صورتی که موزه نباشه. اما اگر موزه باشه مسح میکنی جایزه، اگر میکشی هم بشوی گپی نیست، اما اگر مسح کنی جایزه. حذیفه رضی الله عنه میگه قال كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمسح على خفيه. دیگه حدیث یا حدیث بخاری مسلم است. میگه من به همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودم، فانتها منتهی شد الی سباطة قوم، رسید در جای جنگلی های قوم، اون جایی که یعنی خرابه قوم است دور که میرن. اینجا آمد فبال قائما، میگه پیامبر هم استاد بود باول کرد، استاده باول، یعنی هم ضرورت باشه و گپا با پسان گپ میزنیم. استاده باول کردن چطور؟ یکم تا میگه او خرواری استاده باول نکنی و گپش جداست، او گپ نگوی. فتنحیتو، بای میگه من دور شدم. فقال میگه به ما گفت ادنی نزدیک شو، فدنوت بعد نزدیک شدم حتی قمت عند عقبه، در پشت سرش استاد شدم. فتوضا وضو کرد، فمسح على خفيه، بعد موزه خود هر دو موزش مسح کرد. متفق علیه، بخاری مسلم. حدیثی که را مصنف یاد میکنه بسیار زیاد است و پسان دیگه هم میاد این بخش. حکم مسح علی الخف الحذر، خب در اینجا خود در سفر معلوم شد نه؟ در حذر یعنی کسی در خانه خود باشه موزه بپوشه چطور است؟ در اون مسح کنه نکنه؟ اتفق الفقهاء علی مسح الخفین فی سفر. فقها خود ای که مسح در موزه در سفر در اتفاق دارند که جایز است، یعنی حنفی، مالکی، شافعی کلش میگویند که جایز است، مگر در امام مالک دو قول نقل شدگی است یا بعضی میگه قول. و اختلاف کردن در مسح فی الحذر علی القولین. حذر یعنی کسی در خانه خود در سفر نیست، در اختلاف است که بعضش میگه جایز است، بعضی میگه نه. صحیح است که جایز است مسح کردن در موزه در حذر هم مثل که در سفر جایز است و این نظر اکثریت علما است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه هم در سفر مسح جایز است به موزه و هم در خانه، و هم امام شافعی، احمد ابن حنبل و این روایت راجع است. روایت راجع عند مالک از امام مالک دو نقل بود، دو روایت راجع هم است که در حذر هم میگه میشه که مسح کنه و اختیار ابن عبدالبر است. دلایلش چیست؟ دلایل از این که هم در سفر میشه مسح کنی و هم در خانه. خب دلایل از این کسا مثلا احناف، شافعی، احمد، مالکی ها که میگن هم در سفر جایز است و هم چهار مذهب، یعنی هم در در خانه که موزه میپوشی مسح کنی. یکی حدیث حذیفه است که مغیره حذیفه گفت که من به همراه پیامبر بودم، در خرابه مردم باول کرد، بعد از او مسح کرد. دوم حدیث در یک روایت دیگه میاد که کنت مع النبی میگه
فانتا الى ثبات قوم فبال. باز میگه کنت مع النبی فی المدینه، ما در مدینه بودم و مدینه جای اقامه پیامبر بود، همون جایی که خانه خود جور کرده و مسجد نبوی آمد. عند البیهقی آمد. حدیث امام مسلم بدون زیادت آورده ولی به نزد بیهقی میگه در مدینه بودم. از این فهمیده میشه که پیامبر در خانه خودم بوده و به شرطی که موزه تا با وضو پای تا بشوی، بعد از او باز میتونی مسک. دیگه حدیث اسامه است که اسامه ابن زید یعنی نواسی خانواده خانده پیامبر قال می دخل رسول الله، داخل شد پیامبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و بلال الاسواق در بازارا، فذهب لحاجتی او چیز سودا می گرفته به امر بلال رفته. پیامبر هم در بازارا میرفت کار میکرد تا سودا می گرفت. حالا یگام تا مولایی را در بازار ببینم میگه مولایی چی میکنه در بازار؟ نه حالا چی میکنه؟ کار داره. اگه در هتل گیرش کنن خب یخی جرم میشه که مولایی را در هتل گیر کردیم کباب میخورد یا شیریخ میزد. بعضی مولایی از شهر مردم در هتل‌ها گشتن میتون. ثم خرج می باز بیرون شد. اسامه گفت که فسألت بلالا، ما از بلال سوال کردم ما صنع پیامبر چی کار کرد در این بازار کرد در اون جایی که تشناب کرد؟ فقال می بلال گفت ذهب النبی لحاجتی، پیامبر برای حاجتش رفت یعنی تشناب. ثم توضأ، با وضو کرد. عادت پیامبر همی بود که تشناب که میرفت بعد از وضو میکرد یعنی تو ناپاک نمیگشت. ثم وضو کرد فغسل وجهه، بعد از روی خودش شست و یدای دستای خدا و مسح برأسی، سر خدا مسح کرد و مسح علی الخفین و موزای خدا هم مسح کرد یعنی پای خدا لج نکرد سر موزا. ثم صلی، باز نماز خواند. رواه نسائی و الحاکم. دیگه پیامبر عادتش بود که وضو میکرد نماز هم میخواند، همین عادتش بود و این بسیار درجه داره، قبلا ما شما خواندیم. این حدیث دلالت میکنه صراحتاً که انه صلی الله علیه و سلم مسح علی خفین فی الحضر، پیامبر در حضر در خانه در مدینه مسح کرده. چرا؟ زیرا اسواق بازارات مکانی بود در مدینه بود، مسح کرد در او آمدگی است. این حال حدیث دلالت میکند علی شرط من شروط مسح الخفین. فما هو؟ این حدیث خب میگه یک شرط از شروط مسح که به بالای موزه ها باشد. چی هست می شروطی که در موزه مسح شود؟ شرطی که دلالت میکند در این حدیثی است که ایل بسما علی طهاره، با طهارت ایره بپوشین. این شرط در حدیث متفق علیه آمد که اول پایتا پاک باشه بعد از او مسح کنی. خالف المغنی، ابن قدامه در مغنی میگه که لا نعلم فی اشتراط تقدم طهاره لجواز مسح الخفین. میگه ما نمیفهمیم در شرط کردن طهارت در جواز مسح به خفین، یعنی میگه که ما کدام شرطی را نمیفهمیم که یعنی اول پای پاک کنی بشویی بعد از او باز مسح کنی. شنقیطی میگه اجماع العلماء، امام شنقیطی علما اتفاق دارن، همین چهار مذهب در اتفاق دارن به اشتراط طهارت مائیه، اشتراط طهارت آب بر مسح به خفین، یعنی کسی که میخواد مسح کنه اول کتاب پای خود بشوید بعد از او میتونه که بیوضو شد باز مسح بکنه. آیا شرط است کمال طهارت؟ مثلا کمال غسل رجل اليمنى فادخلها في الخف قبل يغسل رجل اليسرى ثم غسل رجله ايضا في الخف. چه قسم است؟ اگر یک کسی پای خدا بشوید باز داخل کنه بعد از او دیگه پای خدا بشوید باز موزه خدا داخل کنه، همین کارا بکنه یا نه؟ چه قسم است؟ کمال طهارت شرط است یا نیست؟ مثلا یک کسی پای راست خدا میشوید و باز را در موزه داخل میکنه پیش از اینکه پای چپ بشوید، بعد از او باز پای چپ میشوید بعد در موزه داخل، در حالی که ما شما گفتیم پای در پای باشه. اگر پای راست بشوید در موزه داخل کنی تا دیگهش این پای خشک میشه، بعد از او دیگهش میشوید. چه قسم است؟ همین جایز است؟ نه، علما در این مسئله دو قول دارند، یعنی دو نظر است. قول و نظر اول فتوای اولی است که میگن جایز نیست، این کار صحیح نیست که اول پای میشوی یک موزه، یعنی اول پای را بشوی باز که شیشتی خلاص شد بعد از اون پای تا در موزه داخل کن. می کفایت نمیکنه، بلکه لابدی است کسی که موزه را میپوشه علی کمال طهارت، یعنی طهارتش کامل باشه، یعنی وضو کرده باشه و هر دو پای خودش شسته باشه. این مذهب مالک، شافعی، احمد در یک روایت است از احمد، یعنی مالک شافعی میگه مثل که امام نووی ابن قدام و امام نووی ابن حجر شیخ ابن باز را ترجیح دادگی است که یعنی اول پای خود طهارت کامل کنه بعد از اون موزه را بپوشه. دلایل از اینا چیست؟ میگه حدیث مغیره که ادخلتهما طاهرتین، پیامبر گفت در حالی که ما پاک بودم هر دو پای ما در موزه داخل کردیم. و در روایت ابو داود میاد ده الخفین بان موزه را فین ادخلت القدمین
الخفین، من قدمای ما در موزه داخل کردم در حالی که پاک بودن. یعنی فهمیده میشه که هر دو پایش پاک بود بعد از اون موزه را پوشیده. ابن قدامه میگه که فجعل العله وجود الطهاره فیهما جمیعا وقت ادخال ما. میگه علت تو وجود طهارت در هر دو پای در وقت ادخال گردانیده شده که هر دو پای پاک باشه بعد از اون موزه را بپوشی. اینطوری که اول بشو یکش موزه را بعد دیگه این قسم نی. در حدیث انس به نزد دارقطنی محدث میگه که اذا توضأ احدکم، پیامبر میگه وقتی که یکش موضوع میکنه و لبس خفی میپوشه موزه خدا، فلیمسح علیهما، مسح کنه بینا، ولیصلی فیما ان شاء، هر قدر که دل شد نماز بخونه، ولا یخلعهما الا من جناب، بیرونش نکنه مگر جنابت، تا که جنوب نشده بیرون نمیشه. جنوب که شد باز خو شد یگام تا که موزه جنوب شه باز میکشش، در غیر از اونه. و این حدیث پسان میاد. فقالوا اذا توضأ احدكم يشعر بشرطي الوضوء، میگه وقتی که وضو میکنه که شما از این فهمیده میشه به شرطیت وضو، یعنی وقتی که شما وضو میکنه باز موزه خدا میپوشه، یعنی اول وضو کنه باز موزه خدا بپوشه باز مسح کنه. از این فهمیده میشه که وضو شرطه، یعنی با وضو اول پایان میشوی بعد از او موزه را که پوشیدی اینال دیگه دفعه که باز به وضو میشی اونجاست که مسح کده میری وضو که میکنی. خب یک قول می، قول دوم و یک قول شافعی ها و حنبلی ها و یک قول مالک. قول دومی است که میگه کمال طهارت شرط نیست. این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مزنی از شافعی، سفیان ثوری، ابن المنذر و این امام نووی نقل کرده است. قول میگه طهارت که کاملا بعد لبس الخف، بعد از اینکه میگه موزه را میپوشی طهارت تکمیل میشه. پیش از این میگه کمال طهارت صحیح نیست. اما میشه که میگه اول انسان چیز کنه، یک پای خدا بشه یا با دیگه خدا، یعنی هر دو شرط نیست که هر دو پایش پاک باشه. پیشتر که ما گفتیم چرا به خاطر طهارت میگه بعد از اینکه موزه رو پوشیدی با تکمیل میشه. ولی کدام قول صحیح است؟ قول اول صحیح و احوط است، یعنی احتیاط میست که انسان اول وضو کنه خوب پاک موزه رو بپوشه بعد از او باز مسح بکنه. حکم چیست؟ کسی که تیمم بکند آب نباشه باز موزه رو بپوشه. وقتی که آب پیدا شد آیا مسح بکنه؟ یعنی مثلا یک کسی وضوی خدا طهارت خدا با تیمم کامل کرد، آب نیست تیمم کرد، اینال موزه را پوشید، پس آن که به وضو شد آب پیدا شد، آیا دمی وضویی که طهارت تیمم مسح میتونه یا نه؟ پس وضو کنه و بعد از او پای بشویه و بعد از او باز مسح کنه، کدام است؟ خب صحیح میگه امیست که در این اختلاف است که انه لا یمسح علیه اذا وجد الماء، آب که پیدا شود میگه مسح نکنه. اگر که بعضیا گفتن نه تیمم در جای وضو است، مثل که با وضو انسان پاک میشه با تیمم هم میشه، کسی وضو کنه و موزه را بپوشه سرش مسح میتونه تیمم هم میتونه. اما این میگه نه صحیح امیست و این مذهب حنفی، مالکی، شافعی، یعنی 4 مذهب امیر میگه، 4 مذهب میگه که اگر تیمم کرده بود با مسح نمیتونه. آب که پیدا شد وضو کنه مکمل، باز موزه را پاک بپوشه، بعد از اگر به وضو شد که وضوی پاک باز میتونه مسح کنه. خب دلیل از این چی است؟ کسایی که میگن با تیمم نمیشه میگن لقولی صلی الله علیه و سلم فی حدیث ابی ذر، پیامبر در حدیث ابو ذر گفت که ان الصعید الطیب وضو المسلم، خاک پاک وضوی مسلمان است. خاک پاک میگه خب وضوی مسلمان چی است؟ خاک پاک است. و این لم یجد الماء 10، اگر که آب 10 سال پیدا نکنه، فاذا وجد الماء، وقتی پیدا کنه فلیمسح بشرته، مسح کنه تو بشویت روی خود را و پوست خود را، فین ذلک خیر، این بهتر است. و عبدالرزاق حدیث نقل کرده است. یعنی آب که نباشه تا 10 سال هم اونو متیمم کده برو. یکم تا را بگو چرا وضو نمیکنی؟ میگه والا آب نیست. اگه بگه تیمم کنی میگه دلم پاک نمیشه، دل خب یه مردار است بینش، نه اگه وضو هم کنی و بین دل مرداری داره، ولی چی میگی که دلم پاک نمیشه؟ گپ اسلام عملی کن. نماز نمیخوانم میگه آب نیست دلم با تیمم پاک نمیشه. ما نخواد پاک شوم، میگه پاک میشه. بعد با قرآن میگه فإن لم تجدوا ماء فتیمموا، آب پیدا نکنین تیمم کنین. نه میگه در دل ما یک چیز میمانه. این دیگه بسیار خطرناک گپ است که کسی نماز نخوانه به خاطر که ما آب نیست وضو نیست. فقوله صلی الله علیه و سلم فلیمسح بشرته، پیامبر گفت مسح کنه پوست خود، این امر به وجوب است. مسح آب یعنی آب در پوست برسون. بشرا مفرد مضاف است، تماما بشرا تمام پوست بدن شامل میشه اگر غسل باشد از جنابت، و تمام اعضای 4 گانه را شامل میشه اگر طهارت صغرا باشد.
پس اگر کسی جنوب بود اونمو تیمم بود، پس هم میگیم چه قسم تیمم شد. اگر نبود اونمو کفایت میکنه. و همچنان دیگه دلیل از اینایی است که میگه وجود الماء رجل متيمم حدث السابق بما ذلك القدمان وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها فكأنه لبس الخفين على غير طهارة. میگه آب که پیدا شد رجل متیمم حدث السابق، میگه کسی که تیمم کرده امی آب که پیدا شد این آدم خودش اتومات بی وضو میشه تا وقتی وضو کننده میگه پاک است که آب نباشه. هر وقت که امی آب پیدا شد این بی وضو شد. این حال که بی وضو شد گویا پایش هم ناپاک شد دیگه. که ناپاک شد این حال پس که وضو میکنه پای بشه با موزه که وضو بپوشه، بعد از او که دوباره بی وضو میشه باز مسح کنه. در غیر از اونی و بما ذلك القدمان اما قدمایش هم میگه بی وضو میشه و تکون طهاره بطلا من اصل. آب که پیدا شد و طهارت قبلی که تیمم بود اصلش چی شد؟ باطل شد. فکنه لبس الخفین علی غیر، گویا که این موزه را بدون طهارت پوشیدگی است. خب این را در احکام مثل حیل دبیان میگه دیگه. احادیث قید در ذلك به احادیث میگه مقید شده با طهارت آب، یعنی یک کسی با طهارت آب بود پای خودش ششته بود باز او مسح میتانه در غیر از اونی. این دلیل دیگهش. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که ادخلتهما طاهرتین، مردو پای در موزه که داخل کردم پایایم پاک بود. مراد خصوص طهارت ما است، یعنی طهارت پاکی پای پیامبر توسط آب بوده نه تیمم. ولی ادخل فی ذلک طهارت تیمم، طهارت تیمم داخل نمیشه. پس جایز نیست که مسح شود به جراب وقتی که را میپوشه علی طهارت تیمم. اینا اگر یک کسی میگه جرابم پوشید و طهارت وضو نبود طهارت تیمم بود مسح صحیح نیست. پس اون میگه که در جراب میشه نمیشه اختلاف است در بین علما، با نظر راجح رو براتون میگیم. یعنی کسی جراب میپوشه با وضو بعد از اینکه مسح میکنه او نه مسح کرده بره و او خاص هم نیست. اما اگر با تیمم پوشیده بود جراب باز نمیشه مسح نمیتونه، باید که آب و وضو کنه بعد از او باز مسح کرده بره. مثال اسم انسان فی البر ولم یکن دومان و تیمم، یک انسان در خشکی است هیچ پیشش آب نیست تیمم کرد و لبس الخف موزه را پوشید در یک دشت است ثم وجد الماء بعد ذلك، بعد از آب پیدا شد چی کار کنه؟ طبعا لابد استعمال میز طبیعی است که استعمال بکنه آب. فراجی است که انه لا یجوز، جایز نیست که ایم سال الخف که موزه خدا مسح کنه وقتی که را پوشیده بود با طهارت تیمم. اگر که اختلاف است میگه بعضی هم میگه که نه با طهارت تیمم هم پاک شدگی است، اما چهار مذهب میگه نه میگه. چی میگه چهار مذهب چی میگه؟ خب براتون گفتم بازم تکرار کنم. چهار مذهب میگه که اگر کسی با طهارت تیمم موزه را پوشید این صحیح نمیشه. چی صحیح نمیشه؟ یعنی مسح صحیح نیست. آب که پیدا کرد یک بار وضو کنه بعد از اون موزه را بپوشه بعد از اون باز مسح بکنه، یعنی با طهارت موزه را پوشیده و پای چشته شده باشه. شیخ ابن عثیمین میگه سوال شدی کلان محدث است رحمه الله مفتی است اذا تطهر الانسان بالتیمم و لبس الخفین، وقتی که انسان خدا پاک کنه با تیمم نه با موزه را بپوشه اینال آب پیدا شد مسح کنه یعنی اثر وضو کنه چی کار کنه؟ گفت هل یجوز له یمسح، آیا جایز است که مسح کنه با موزه خود اذا وجد الماء آب که پیدا کرد؟ فاجاب جواب داد که لا یجوز، جایز نیست له از برای امی شخص یمسح الخفین که مسح کنه با موزه. همین متیمم کسی تیمم کنه وقتی که طهارتش با طهارت تیمم باشه، یعنی طهارت پایش با تیمم صحیح نیست. چرا؟ لقولی صلی الله علیه وسلم، به خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که فین ادخلتهما طاهرتین، می موزه را پوشیدیم کرده و پایم پاک بوده. طهارت تیمم لا تتعلق بالرجل، این با پای ارتباط نمیگیره. یعنی کسی تیمم میزنه روی خدا دستای خدا چی میکنه نه پای خدا خو نمیماله. طهارت تیمم میگه با پای ارتباط نداره. انما هی تیمم در روی است و کفین است نه کف دست. با میگه اگر که تازه را میگه ولی حدیث صحیح است که یک بار میزنی روی تا میمالی با دستای تا همیتو میکنی. میگه تیمم که تنها بر روی و دست ارتباط داره با پای ارتباط نداره، یعنی پای خو خاک نمالی چی تو پاک شوه. این دلیلش میگه والا هذا میگه به نظر به ایضا همچنان لو انسان لیس عنده ماء، اگر یک انسان آب نداشت تیمم کرد او کان مریضا یا مریضه توانایی نداره که آب در وضو استعمال کنه
فإنه یلبس الخفین، میگه میتونه موزه را بپوشه. و لو کان علی غیر طهارت، اگر بدون طهارت بود، و تبقیان علی بلا مدت محدوده، و بسیار مدت معین باقی ماند به تا اینکه آب پیدا کرد. مثلا و چی داره دیگه، موزه داره و موزه که داره خواهید در تیمم حاجت پای چی نیست، نه قرار تیمم کده رئیس روی دسته مثلا 1 روز 2 ماه یا 5 روز 6 روز تا که آب پیدا کرد. این کان عادما له، اگر می قصد کرد که آب پیدا کرد که اینال خود وضو کنه، یا او یشفا من مرضی، یا اینکه مرض شفا یافت اگر مریض بود، مرد که است علاقه نداره به طهارت تیمم، اینجاست که باز وقتی که آب پیدا شد وضو کنه، کامل کنه وضو خدا، بعد از اون موضوع خدا بپوشه، بعد از اون میتونه سر از اون چی کنه، مسح بکنه. یک سوال دیگه است که آیا مسح به خف مخرق، یعنی یک موزه که پاره باشه، یک موزه را میپوشی زیرش پارگی داره یا بغلایش داره، نه این میشه مسح یا نه؟ یعنی موزه چه قسم باشه، موزه کامل باشه چه قسم باشه؟ ظاهر حدیث است که ان الانسان یمسح علی الخف، انسان به موزه مسح میکنه ولو کان مخرقا. در حدیث نامده که تو باشه اگر که پارگی داشته، پارگی که یک 4 کل دست شوه 3 کل که تیر شوه، مادام یطلق علیه اسم، تا وقتی که نام موزه به استعمال میشه میتون. یکم دفعه کف موزه نی غار میشه و ذره آب چیزا تیر میشه، می خیر مسح. و یمکن المشي، تا وقتی که امکان رفتار دو است. و علما در این مسئله چند اقوال اختلاف داره. قول اولی خواهد ظاهر حدیث میگه فهمیده میشه که پارگی و ناپارگی را پیامبر چیز نگفت. و قول اولی است که مسح جایز نیست به موزه وقتی که در پارگی باشه، اگر که کم باشه. کم پارگی هم داشت میگه مسح جایز نیست، مسح نیست. این نظر حنابلة است، حنبلی ها. یا میگن که لانه غیر، میگه این ساتر قدم نمیپوشانه بنان مسح جایز نیست. فهمیدین؟ اگه کمی پارگی هم داشت نمیشه. مذهب حنبلی میگه مسح نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر که قدم نپوشانیده، یک دلیل. دوم دلیلی که ان المنکشف من الرجل حکم الغسل، کسی میگه که پاش معلوم شوه، آشکارا شود، حکمش شستن است. مستور که از حکمش مسح، کسی که پاش پوشیدگی باشه مسح کنه. جمع بین مسح و غسل جایز نیست که هم مسح کنیم اما مسح بوشه میشه نیست. این قول از ایناست. خب این قولشان یک ذره متو از خود حدیث استنباط کردن. قول دومی است که ان کان الخرق قدر 3 اصابع لم یجوز و ان کان اقل یجوز. میگه اگه پارگی به اندازه 3 انگشت باشه، پاره 3 انگشت تیر شد، میگه جایز نیست که مسح بکنی. اگر 3 انگشت تیر شده بود مسح جایز نیست، اگر نه که کم باشه باز مسح جایز است. این مذهب حنفی است. قول سوم است که یجوز المسح علی جمیع الخفاف، تماما موزه مسح جایزه. و این تخرقت هر قدر پارش مادام یمکن مطابقت المشی، تا وقتی که میتونی در موزه بری از پای نمیفته میگه مسح جایزه. تا که اگر از پای تو سو رفت نیم میشیسو یا رفته نتانستی اون باز مسح نمیشه. این ابن منذر نقل کرده از سفیان ثوری، اسحاق ابن راویه و ابی ثور، یعنی یوم محدثین و مجتهدین هستند. سفیان ثوری میگه امسح علیهما، ما مسح میکنم با موزه خود ما تعلقت به رجلک. او نفر میگه امسح، مسح کو با موزه چقدر که پای تو دمی موزه ارتباط داره مسح کده برو، پشت پارگیش نگه. و هل کانت خفاف المهاجرین والانصار، میگه نبود. چرا؟ دلیل از این خوب دلیل. میگه موزه های مهاجرین انصار نبود مگر پاره بود، مشققتا مرقب، بسیار پارگی داشت. این عبدالرزاق نقل کردگی است. خب حدیث واقعا و انصار مهاجرین که موزه بود، یک پیسه نداشتن که موزه هایی که میقه یک پاره شو رو کنن. موزه های مهاجرین پارگی هرچی داشت، اونا فقیر بودن. و این گپش راستی هم قویه. و استدلوا، میگه استدلال کردگی استنیا سفیان ثوری و امیس امام، میگه ان نصوص المسح علی الخفین، میگه احادیث مسح به خفین مطلقتون، یعنی مطلق است، عام است، غیر مقیده به مثل از القیود. این قیود پیامبر نگفت اگه پارگی بود مسح نکن، و چیزی که پیامبر نگفت و با مو اطلاقش عمل میشه. و ما اطلق الله و رسوله، و چیزی که پیامبر مطلق میمانه، عام میمانه، و پیامبرش فلیس لاحد تقییده، هیچ کس نمیتونه او را مقید کنه که این قدر باشه. مثلا انبلیا میگه کمی پارگی بود نمیشه، امام ابو حنیفه میگه رحمه الله 3 قدم 3 چی بود
3 انگشت پارگی بود نمیشه، میگه این از پیش خود مقید کردنه. کسایی که این کار کردن اجتهاد کردن، ولی در اجتهاد خودان خطا شدگی است، این صحیح نیست. و دیگه سوم دلیل از اینایی است که ان الحکمت من مشروعیت مس تیسیر علی الناس و رفع الحرج. حکمت در مشروعیت مس، چرا اسلام اجازه داده که در موزر مس شود؟ آسانی به مردم است که آسانی بیاید و تکلیف و مشقت دور شود. تکلیف وقتی که حکمتی باشه، اینال و ذکر مثل هذه شروط قد یضیق علیهم، این شروط هم میگه کردن همی آسانی را سخت میکنه به بالای مردم. موزه پیامبر میگه مسح کنین که آسانی بیاد. تو که میگی پارگی نباشه، این سختی شد، این خلاف حکم شریعت است. ولا سیما المسافر، خصوصا مسافر، واقعا دلیل اینجا قوی. اذا خرق خفو، وقتی که موزیش پاره شه، این چه کار کنه؟ این که مسح نکنه آب هم یخی خو میمره این بیچاره. ولا يمكن اصلاح فی سفر، و در سفر اصلاحش ممکن نیست، اونجا خو موچی نیست که او بدوزه و یا کار کنه. پس فلو لم یجوز المسح، اگر مسح جایز نباشه، لم یحصل مقصود الرخصه، این مقصود رخصت که پیامبر میگه که در سفر میرین مشکلات این حاصل نمیشه. واقعا این دلایل قوی است و در حدیث هم آمده که اگر پاره شد این دلایل قوی است. یعنی دلیل سه امام دیگه که مردم ما میره نمیشناسه. سفیان ثوری در دوران خود امام ابو حنیفه رحمه الله زندگی میکرد در کوفه، همونجایی که امام بود ایام بود، این همزمان بودن، یعنی دوستا بودن. و همین قسم اسحاق بن راهویه و ابی ثور یا امام هستند، محدثین هستند. اگر که مردم ما و شما همی 4 امام میشناسند، دیگه شن هم میشناسند. و دیگه ای که یک دوم دلیل. سوم دلیل چیست؟ میگه اکثر صحابه فقرا بود و غالب فقرا خالی نیست که موضوعشان شقی و پارگی نداشته باشه. واقعا هم خصوصا 400 صحابی که دو چی می بودن، در اصحاب صفه بودن. اصحاب صفه در برنده خواب میکردن، خانه نداشتن. این موضوعی نو از کجا بکنن که موضوع نو بپوشن. و هل کانت خفاف المهاجرین والانصار، میگه نبود موضوع مهاجرین و انصار مگر مخرقه پارگی مشققه و مرقعه. رو عبدالرزاق ایره در حدیث خود مصنف عبدالرزاق نقل کرد. و هذا القول اختیار ابن تیمیه رحمه الله ایره انتخاب کرده. و هذا القول هو الصحیح، همین قول هم صحیح است که یعنی پارگی مارگی ارتباط نداره. واقعا دلایلش هم قوی است. مذهب حنبلی ها و با وجودی که امام شیخ الاسلام تیمیه حنبلی بود، ولی اینجا نظر امام خود رد میکنه به خاطر که دلیلش چی است؟ قوی نیست. یعنی یک استنباط اجتهاد کرده اما قوی نیست. دلایل قوی نیست که در حدیث مطلق آمده، نگفته پارگی. و دیگه مهاجرین هم حالت عام صحابه می بود که موضوعشان پاره می بود. و همین نظر صحیح است که پارگی باشه نباشه. و ما میره ترجیح میتم نظر به می دلایل. و قال ابن تیمیه اگر که اگم تو میگه تو چی کار هستی ترجیح میتی، خیر ما با فکر خود میره ترجیح میتم. بعضی مولای صاحبای گپ ما بشنم میرسه که خودم مجتهد جور کردم. نه ما یک چیزی هست، ما کم کم علم دارم ولی میره ترجیح میتم. با خاطر که همیشه آجی صاحب بریاله هم گفت که میگه پارا در بین مردم هم میمانینی چطور میشه. ابن تیمیه رحمه الله میگن قول من قال، سخنی کسایی گفته که این ولایت مس و غسل در یک عضو جمع نمیشه. قال هذا منتقض بالجبیره، میگه گپشان منقوض است به جبیره. اذا كانت في نصف الذراع، یعنی کسی میگه اگه جبیره داشته باشه تا این نصف ذراع دستش میده شده یا زخمی شده، جبیره یک چیز گچ یا تاوش دادنی، نیم دیگهش مانده یا تا اینجا را بسته کرده ایسونش مانده. این چی گپه؟ میگه اینجا که هست امی طرف جبیره ایسونه بشوی یا اینی طرفش میشوی این طرفش مسح میکنی، یعنی هم مسح شد هم جبیره. میگه اقلا شما اگر میگین مسح نکنه، خب بانیم که مسایی که خرق است او را بمالکت دست و این سهاره مسح کنه. این میگین که جبیره و یعنی مسح و غسل هم مسح هم ششتن جمع نمیشه. اینجا میگه چی میگه؟ در حالی که خود از ما میگه اگر کسی دستش شکست یا زخمی شد این قدر گچ کرد، ایشه میگه مسح کنه، ایشه چی کنه؟ بشویه. ایشه بشویه. فإنك تغسل الذراع، ذراع را میشویه تا موضعی که دو جبیره است، یعنی یک چیز تاو دادی گچ یاس او را مسح میکنی. فاجتمع مسح و غسل فی عضو واحد، دیگه عضو میشه که هم مسح بیاد مسح و هم ششتن، یک سیش میشویه یک سیش مسح میکنی. این گپشون رد میکنه. خب اینال یک سوالی میگه ایهما افضل المسح او الغسل، کدامش بهتر است مسح کردن یا ششتن؟
بهتر است. علما اختلاف کرده در این مسئله به قولین. خب یعنی کسی که در سفر میره مسح بهتر است یا غسل ششتن؟ خب پیامبر خب مسح کرده، غسل هم بوده. کدامش؟ قول اول است میگه غسل افضل است، ششتن. یعنی اگه امکانات باشه، آبم گرم باشه، مشکل نباشه. و هذا مذهب شافعی، مذهب شافعی و ذهب الیه جماعت من الصحابه، جمع صحابه. عمر ابن خطاب، فرزندش عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، ابو ایوب انصاری و این امام نووی نقل کرده است. میگه در جای رفتی که هم ششتن امکانش هست هم مسح، بهتر است که بشویی. این امام شافعی میگه. چرا؟ لانه المفروض، فرض که هست میگه در کتاب الله گفته که بشویین مگری. ولانه الغالب من فعل رسول الله، غالب از فعل رسول الله صلی الله علیه و بود که میشست. این ابن قدامه نقل کرد. قول دومی است که نه، میگه مسح افضل است. همین که در سفر اینجا میری میگه مسح در موزه بهتر است از ششتن کرده، موزه که باشه. و هذا مذهب احمد ابن حنبل میگه نه، اگر کسی موزه خدا بکشه بشه کار خوب نیست، میگه بهتر نیست، بهتر است که مسح کنه. وقال النووي میگه وذهب الیه الحکم و الحماد. حکم و حماد استاد امام ابو حنیفه رحمه الله میگه یا میگویند که بهتر است که وقتی که میری در موزه در پایت است مسح کنی، ششتنش بهتره. واختار ابن منذری را انتخاب کرد و قال میگه والذی اختاره ان المسح، آنچه که من انتخاب میکنم مسح بهتره. چرا؟ لاجل من طعن فی من اهل البدع الخوارج و روافض. حجت کسایی که طعن میکنند در موزه، بعضی کسا از موزه را قبول نداره، اهل بدعت است میگه، خوارج هیچ موزه را مسح قبول نداره، دیگر روافض قبول نداره اینا. قال میگه که و احیا ما طعن بالمخالفون من السنن افضل من ترک، یعنی احیا کردن، عمل کردن آن عملی که مخالفون دو طعن میگن از سنت ها بهتر از ترکش است. یعنی که همین کارا بکو که همین مبتدین خفه شون و ببینن و مردم بفهمه که مسح صحیح است. دیگه دلیلش میگه ایست که لقولی سوسا من الله یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى معاصیه. این حدیث هم واقعا الله دوست داره که رخصت هایش عمل شه. اون چیزی که الله رخصت میده، سهولت میگه دوست داره، مثل که معاصیش کسی بد میبره که انجام بده رخصت ها. مثلا در سفر میری کمی فشار آمد روزه افطار کنی بهتر، الله دوست داره. نماز 2 رکعتی را 4 رکعتی را 2 بخوانی بهتر است، الله این را دوست داره. میرم دوست داره که بر رخصت ها عمل شه. الله یه چیز رخصت داده، تخفیف داده، با تخفیف عمل کنی. یک کسی را تخفیف بدی و عمل نکنه او الله خوش نداره. و دیگه ان فی المسح الخفین مخالف للبدع، مسح به خفین مخالفت به اهل بدعت است، خوارج و روافض الذين ينكرون، کسایی که انکار میکنن، کل خوارج و روافض. خوارج روافض اهل بدعت میگه انه ایسر لحدیث دیگه آسان به حدیث ما خیر رسول الله صلی الله علیه و بین امرین الا اخذ ایسرهم. می پیامبر ما خیره، اختیار داده نمیشد به پیامبر در بین دو چیز میگه مگر انتخاب میکرد آسان ترینشه تا وقتی که گناه نمی بود. یعنی دائمی کسی موزه میپوشه، هم اختیار داره بشویه هم اختیار داره مسح کنه. پیامبر آسانش انتخاب، آسانی که مسح کنی تا که گناه نباشه. اگه گناه می بود باز ابعد الناس، بسیار از گناه پیامبر دور می بود. متفق علیه. خب اینجا خب دو نظر شد که مسح بهتر است یا ششتن. دو قول گفتیم، راجع کدامش است؟ شیخ الاسلام تیمیه و شاگردش میگه افضل در حق هر شخصی است که موافق به حالی که او را انجام میده. اگر میگه باکی نباشد، اگر موزه پوشیده و گیس باشه بهتر است که مسح کن. ابن تیمیه و شاگردش میگه اگر نه که قدمایش مکشوفتین باز بود میگه بهتر است که بشوی. اگر باز بود، اگر موزه داشت بهتر است که مسح کنه. موزه خدا نکشه از جهت ازی که مسح بکنه با بالایش. و دیگه دلیل است که حدیث مغیره بن شعبه است که زمانی که اراده کرد که موزه پیامبر را بکشه، پیامبر صلی الله علیه و میگه تا که بشه پای خدا، پیامبر برش گفت که بانش غرض نگی، زیرا ما را پاک داخل کردیم، یعنی موزه خدا که پوشیدیم پایم پاک بود. با مسح کردی دلالت میکنه که مسح افضل است در حق کسی که موزه داره، موزه در پایش است، مسح افضل است. اگر موزه را کشیدگی است باید تو نکنه که موزه خدا پس بپوشه و سرش مسح کنه، بهتر است که بشویه. واقعا از این حدیثه که چقدر باریکی را پیدا کرد. نه شیخ الاسلام میگه پیامبر موزه که در پایش بود گفت ما پوشیدیم، حال غرض نگی مسح کن. مثلا در یک جای هستی پایت لچ است، این تو هم میشه که موزه تکش ولی پاکه، موزه تکش کنی باز بری وضو کنی و سرش مسح کنی. مثلا یک کسی وضو داره
موزه را کش میکنه و میخواه وضوی نو کنه، وضو را کش میکنه، موزه را میره وضو میکنه و بعد پس میاد سرش مسح میکنه. نه یک کس دیگه است که موزه در پایش است، چی کار کنه؟ همین کسی که موزه در پایش است با وضو، این میگه بهتر است که غسل کنه، وضو میکنه چیز کنه، مسح کنه، موزه خود نکشه که برش اشتاد. ولی اون کسی که موزه خود کشیده بر دلیلی که باش پایم چی شوه، نه خشک شوه یا پایم هوا بخوره، اینالی که باز میره و برای وضو کردن پس موزه را کش میکنه. این کار میگه بهتر نیست، اگر که جایز است بهتر است که همین پای که لچ است برا بشویه، ایرا بشویه و در صورتی که ششتن برش مشکل نباشه، یعنی آب گرم است کدام مشکلاتی نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که و فصل الخطاب، بهترین خطاب و بهترین گپ افضل در حق هر کسی که موافق است به حال قدمش میگه. ما همون چیزی که به حال قدم افضل من قدم ها مکشوفتان، کسی قدمش باز است غسلش بهتره. ولا يتحرى لبس الخف، میگه تلاش نکنه که موزه خدا بپوشد به خاطر که مسح کنه. کما کان علیه افضل و سلام یغسل قدمه، مثلا قدمای خدا میپوشید وقتی که پاش لج می بود و مسح میکرد وقتی که موزه می داشت مسح میکرد. یعنی هر اینی بهتره. واقعا می نظر بسیار خوب نظر است. و ابن قیم هم میگه که در زاد المعاد ولم یکن یتکلف زد حال التي علیه، اما حالی که قدمش دواله تکلف نکنه. اگر میگه موزه داشت در پایش بود مسح کن، این تو نکنه که را بکشه بشه و نکشش، و اگر پایش لچ است بشویش، این تو نکنه که موزه را بپوشه تا که مسح کن. میگه یه عادل الاقوال، یعنی انصاف ترین، نیک ترین، بهترین اقوال در مسئله افضل از مسئله افضل بود کدامش بهتره، بشوییم یا مسح کنیم. یا بعضی ها گفته بود که مسح بهتره تا که رد به مبتدی نشه، بعضی ها گفته بود که غسل بهتره، اما گفت که نه بهتر امیست که اگر کسی در پایش موزه است مسح کنه، اگر نیست بشویه. حکم خل جورابین عند کل وضو احتیاطا للطهاره، چی حکم است؟ یک کسی جرابای خود میکشه در وضو به خاطر احتیاط، میگه میشه نمیشه شکیستم، میگه هذا خلاف السنت، این خلاف سنت. و فی تشبه برافض، تشبه برافضی است که اجازه نمیتونه مسح به موزه. و نبی صلی الله علیه و قال المغیره را گفت وقتی که اراده کرد که موزه ش بکشه گفت بانش میره پاک پوشیدم و مسح کرد. یعنی انسان یکم تو میگه احتیاطاً بکشیم، نه احتیاط نه، او تو نکو، حدیث است احتیاط همی است که مسح بکن. حکم معاونت المتوضی، یا کسی که وضو کننده را کمک میکنه چیز جایزتون. حدیث باب است گفتیم که پیامبر صحابی میگه که فسببت علی ما آب انداختم پیامبر وضو کرد، یعنی جایز است. قبلا ما شما خواند دیگه حدیث اسامه است که ان رسول الله لما افاض، پیامبر وقتی که آمد از عرفه عدل الی شعب، رفت در مرای شعب، در مرایی که به تشنابا میره طرف تشنابا، فقط حاجت خود پورا کرد. قال اسامه فجعلت اصب علی، من میگه شروع شدم آب می انداختم و یتوضا، پیامبر وضو میکرد. فقلت یا رسول الله تصلی، نماز میخونی؟ فقال فالمصلی امامک، تصلی مصلا، یعنی نماز جای نماز پیش روی تو است. قال نووی گفت بعد حدیث باب و فی هذا الحدیث دلیل به جواز استعانت در وضو. حافظ ابن حجر میگه امام حاکم در مستدرک حدیث ربیعه بنت معاوض میگه اتیت النبی بوضوئی، آمدم پیش پیامبر با آب، فقال اسکبی، آب وضو آوردم وضو، میگه پیامبر گفت آب پرت، فسکبت، مام آب انداخت. حافظ ابن حجر میگه که هذا اسرح فی ادم، این بسیار صریح است که مکروه نیست. از حدیثه مذکورین فهمیده میشه که کسی در حضر باشد یا در سفر مکروه نیست کسی آب برش پرته، و دیگه به صیغه طلب است و دیگه پیامبر امر کرده که آب پرتو. آیا حدیث در نهی وجود داره که انسان کمک نگیره؟ میگه حدیث آمدگی است ثابت نیست که انسان کمک نگیره، از این جمله اینی حدیث است. عبدالله بن عباس میگه کان رسول الله لا یکل طور و الی احد، یا میگه وضو خود به کسی نمیداد که آب پرتو بما، ولا صدقته التي تصدق بها یکون هو الذي يتولى بنفسه، میگه کسی را که تصدیق میکرد او را رد نمیکرد، میگه او کسی بود که یتوالا این کار خودش میکرد. ولی حدیث ضعیف است، ابن ماجه نقل کرده، قبلا هم بیان کرده. همین که میگه کمک نگیری یه حدیث ضعیفه. عمر رضی الله عنه میگه رایت رسول الله صلی الله علیه و آله یستقی ماء لوضوئی، میگه آب تلبیس برای وضویش، فبادرت استقی له، میگه من تیز رفتم که آب برش پیدا کنم. فقال لكم ما هي عمر، بانی عمر، فإن أكره أن يشركني في طهور أحد، ما بعد میبرم کسی در آب مرا شریک شوه، یعنی من خودم آب ما پیدا میکنم. رواه ابو یعلا، ولی حدیث هم ضعیف است.
که کسی کمک نکنه. دیگه حدیث ضعیفی است که عبدالعباس ابن عبدالرحمن مدنی میگه خصلتان، دو خصلت است، دو خویه. لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله ما الا احد من اهلی، پیامبر هیچ کسی را نسپاریده. یکی آن توان مسکین بیادی، یکی مسکین نان میداد به دست خود و دیگه آب خود در شب پیدا میکرد و خودش میمان و سرش هم میپوشند. دیگه کس کمک نخواسته. یه ابی شیبه میگه ولی یه حدیث هم ضعیف. 3 حدیث است که پیامبر کمک نخواسته اما کلش ضعیفه. یعنی کسایی که میگن کمک نگیرین از این حدیث و صحتش تحقیق نکردن یا چی گپ میزنن، ما شما رو رد نمیکنیم. مثلا مذهب حنفی هم میگه کمک گرفتن مکروه. اینا دیگه ما شما تو نگویم که چه قسم هستین شما و چطور چنان جنجال نکنیم. و از همین حدیث استدلال کرده اگر که گپشان ضعیف است و عمل نمیشه و کمک گرفتن جایزه. حکم تنشیف الاعضاء بعد الوضوء، بعد از وضوء امی پاک کردنش چطور است؟ وضوء که میکنی خیلی گفته یکره و بعضی گفته مکروه است، یعنی پاک نکن. وضوء که کردی روی تا پاک نکو که روی پاک. و خیلی گفته که مباح و رای ابن منذر میگه جایزه، میکنه نمیکنه. هذا هو صحیح. کدام صحیح امی است کسی روی خدا پاک میکنه بکنه. من خودم در تابستان نمیکنم، در زمستان میکنم و که نکنی در تابستان مشکل نیست، در زمستان مشکلات است بکنی. ابن قدامه رحمه الله در مغنی میگه لا باس بتنشیف اعضای، باکی نیست با خشک کردن اعضا دست و روی بالمندیل با روی پاک و با دستمال من بلل الوضوء والغسل، التری وضوء یا غسل. و المنقول عن امام احمد، از امام احمد نقل شده است که هم گپ نیست. وقد روی اخذ المندیل بعد الوضوء عن عثمان. یکم تو میگه که دستمال گرفتن از کس ثابت است؟ میگه بله، بعد از وضوء از عثمان ابن عفان یعنی خلیفه سیوم و حسن ابن علی، حسن امام حسن و انس ابن مالک و کثیر من اهل العلم، اکثریت اهل العلم. و هو الاصح، زیرا اصل در اشیاء اباحت است مگری که دلیل باشد. ابن قیم میگه ولم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و تنشیف اعضای بعد، پیامبر عادت نداشت که روی خود خوش کنه بعد از وضو، یا عادتش نبود، یعنی متو میمان. ولا عنه فی ذلک حدیث، کدام حدیث از ثابت نیست که این کار کرده، بل صح خلافش میگه ثابت. یشیر الی ما رواه البخاری، امام بخاری از عبدالله بن عباس و خاله پیامبر میمونه نقل میکنه. خاله خود میگه نبی صلی الله علیه و آله عطا بالمندیل فلم، پیامبر صلی الله علیه و آله کسی روی پاک بر شاور بگی مسا نکرد. و جعل یقول بالماء، شروع شد که میگه اشاره میکرد به آب، هاکذا یعنی ینفذو، میگه آب که گرفت بازی تو چی کرد؟ مال ای تو انداختش، ریختاندش، یعنی روی خود ای تو آبش ریختان از روی خود. و ابن منذر میگه هذا خبر لا یجب قصد، یا خبر واجب نمیکنه که یعنی می صحیح است، یعنی روی خشک نکنید. ولی المنع، یعنی نه منع و نه از این نه منع ثابت میشه و نه انجامش. چرا پیامبر منع نکرده و کی کار نکن؟ من نبی صلی الله علیه و سلم کان یاد شیء المباح یلا شقلا، پیامبر یه چیزی که مباح می بود او را ترک میکرد به خاطر سخت با امتش تمام نشه. خب یعنی پیامبر نه نکرده نه انجام داده. شیخ ابن عثیمین رحمه الله از حکم تنشیف اعضا پرسان شد، یک کسی روی خدا پای خدا خوش کنه، جواب داد تنشیف اعضا لا باس به، گپی نیست، کسی میکنه نمیکنه. اصل عدم من است، من نامده و اصل در ماسوای عبادات از عقود است، افعال اعیان است، حل است، اباحت تا که دلیل من، یعنی اینجا وضو کردن پاک کردن یک گپ عام است، عبادت نیست. اگر کسی بگه چه قسم جواب میده از حدیث میمونه وقتی که یاد کرد پیامبر گفت من غسل میکنم، قالت گفت که فاتیت دستمال آوردم، پیامبر رد کرد و جعل ينفذ الماء بیدی، میگه آب تو میگرفت میتکان از ریش خدا از روش. این چی میگی؟ جواب میگه است که ان هذا الفعل، یگم طوره که میگه ببینی که تو آب بتکان و یک مصیبت جور میکنه. اگر این حدیث ثابت است پیامبر آب روی خدا دست خدا ریختان، و تو آب بگیری بزنی، میگه در یک جای من رفتم گفت اینجا وضو که کردی دستت تو نکنی که لط میخوری. گفتم چی میگی تو؟ گفت بسیار خطرناک است. حیران ماندم چرا؟ حالا ما روی مششتیم روی ما تو میتکانم، میگه نه لط میخوری در اینجا کار نکن. دم کسای پاکستان بود والله عالم و مردم گفتن یا بریالویات خب بخی عقیده شرکی هم دارن. گفت ما چه میگه میگه این کارا ما چه کی میکنه و کی میکنه و وابی میکنه و چی میکنه. گفتم تو یک نام ماندن، فقط این کارا بکنی میگه می وابیس بزنش. ها چرا روی خدا چی کرد؟ آب روی ریختم. گفتم چقدر جاهل مردم است. خو یه ذره ترسیدم، گفتم خوب می کارا کردم ولی جلات نخوری، بیا که جای میکنم کسی مرا نبینه.
فإن قال قائل ایا یک گوینده بگوید کیف تجب عن حدیث میمونه، حدیث میمونه را چی میگی؟ از شیخ ابن مثلا شیخ ابن عثیمین هم سوال شد، میگه جواب داد که ان هذا الفعل من النبی قضیه عین تحتمل عده امور، یک داستان یا قضیه است که چند امور احتمال داره. یا که لسبب فی المندیل، یک سبب بوده دمو روی پاک، یکم روی پاک ها پاک نیست، با خودم هم تو میکنم دمیگان جای میرم روی پاک میگن است یا میاره که بوی میکنم بعد بوی میتنه همون پس میمانمش نه بوی میتا و مردار است یا چرک است. یا میگه همو دست پاک نبوده، پیامبر صاحب طرف سعی کرده خوشش نامده. یا که نظیف نبوده، یک سبب یا نجاست بوده یا پاک نبوده. یا ای که پیامبر صاحب میگه ایو یخشا ایو بلا بالماء، ترسید که ایره تر بکنه کتاب نه با تر شوا، با خوش نداشت که روی پاک کسی تر شوا و بلل و بالماء غیر مناسب، یعنی تر کردنش باب مناسب نبوده، یعنی احتمالات. ولیکن اتیان یا بالمندیل، همی که میگه میمونه مندیل آورد یعنی روی پاک برش آورد یا دستماله، قد یکون دلیلا، میگه این میشه دلیل شا حالا ان من عادت ینشف اعضاء، که عادت پیامبر همی بوده که اعضای خدا خشک میکرده و الا لمات، اگه این نمی بود چرا او را آورد؟ از این فهمیده میشه، واقعا از این فهمیده میشه که جایز است، یعنی کسی میکنه نمیکنه. خب بعضی فایده‌های عامه از این حدیث فهمیده میشه که جایز است یک آدم استخدام احرار، یعنی یک انسان آزاد خدمتگار بگیره لیحصل لهم تمرن علیه، تا که یعنی کار شود با وجود تواضع. این انسان میتونه که یک انسانی که آزاد است بگه بیا به ما پرتو خدمتگار بگیرش. دوم جایز است تنشیف اعضا از این حدیث، یعنی انسان و اعضای بعد از وضو میتونه روی خود دست خدا چی کنه پاک بکنه یا غسل کنه بدن کنه. سوم جواز اقتدای فاضل بالمفضول، یک کسی که فاضل است یعنی درجهش کم است بالاست میتونه با مفضول اقتدا کنه، یعنی کسی که درجهش پایین است. جواز صلات النبی خلف بعض امتی، ما شما خواندیم که عبدالرحمن ابن عوف نماز میداد، پیامبر صلی الله علیه و آله پشتش اقتدا کرد، یعنی صلات پیامبر با پشت بعض امتش جایز است، یعنی او را اشاره کرد که تو در مجاهد باش. خب کدام مشکل بود نماز خوانده و دیگه از این فهمیده میشه که امام در مسجد که بود دیگه مردم او را احترام کنه، خودش پیش نشه، مگر حتی امام 5 دقیقه در حدیث میگه ناوقت هم میه صبر بکنه. خب اینجا چون که پیامبر هم نبوده و امام که آمد حتی دمون پیش هم شده بودی پس دور بخور پشت سر بیا یکم تا که هست دمون پیش که شد امام هم که آمد میگه حال ما پیش شدیم دیگه ما معلوم تو هم، یعنی موتو یک قسم است این فرق میکنه. حتی در مسجد یک کسی در خانهش گرفتی حق نداری پیش شوی در خانهش مگر اینکه او اجازه بده، او را بان پیش ها مگر اینکه او اجازه بده و این عالم باشه بگوی بیا نماز بده. دیگه از این بسیار گپا فهمیده شد. با جراب هم میه به ذره تفصیلی پسان بیان میکنیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. این بود در ارتباط مذهب و موضوع و افضلیت. دیگر روز انشاءالله ادامه میتیم. و صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.